ملک الموت در دست ملک الموت اسیر هستیم و اسیر. و فی القبر غریب غریب، در قبر تنها هستیم و تنها. قبر جایی هست که در اوجا تک و تنها هستیم، نه پدر و مادر، نه زن و فرزند، نه یار و رفیق، نه پول و مال، نه خورد و خوراک. فقط چی میبریم؟ عمل، خواه عملی صالح باشد خواه عملی طاغی. و فی القبر غریب غریب و فی عرصات القیامت فریق فریق، در عرصات قیامت جدا هستیم و جدا. هر کسی که در دنیا کدام قومی را دوست داشت همراهی همو محشور میشه. در دنیا پیامبر را دوست داشتی، مولودی پیامبر را دوست داشتی، صلواتی بر روح پیامبر گفتی، به خاطری او قدم زده آمدی گوش انداختی، صحابه را دوست داشتی، روز قیامت قطع پیامبر و صحابه محشور میشه. لیکن در دنیا از اینها نفرت داشتی، از اسلام نفرت داشتی، از نام اسلام هراسیدی، امر معروف نهی از منکر بد دیدی، در خاندانت صورتهای بیدین آویزان کردی، روز قیامت قطعی هموا محشور میشه، آتش دوزخ داخل میشه. پیامبر خدا بیان کرده است یحشر، روز قیامت هر قوم من تشبه بقوم یحشر فی زمرتهم، کسی به کدام قومی که تکیه کرده دوست داشت روز قیامت همراه همو محشور میشه. مسلمان دوست داشتی، مسلمان احترام کردی، روز قیامت قطعی مسلمان ها میخیزی داخل بهشت میشه. کافر زندیق ملحد دوست داشتی، روز قیامت قطعی همو محشور میشه، داخل آتش دوزخ میشه. دیگر راهی نیست. این گفته ای من نیست، این گفته ای همون حبیب خدا هست که خدا همه را به خاطری او خلق کرد. در عرصات قیامت فریق هستیم و فریق. گروهی در جنت منتظر لقای الله هستند، گروهی در آتش دوزخ نادم و پشیمان هستند. و دوزخی ها عن الله محجوبون، از دیدار